نیش چیست؟ سوال جالبی است. آیا نیش زنبور است؟ یا نیش حشرات موذی؟ یا نیش زبان بعضی از افراد؟ نه به خدا. نیش یعنی اشاره با پای راست روی ترمز بدون کلاچ. چه موقع اتفاق میفته؟ زمانی که عابرین یا وسایل نقلیه یا مانع در حال حرکت باشند و متحرک در حد 1 2 3 در همین اندازه پاتون رو نگه می‌دارید، بیشتر نه. ترمز اگر بیش از اندازه باشد ماشین خاموش می شود.